بازار اسعار تاجیکستان در این اواخر با کمبود شدید اسعار خارجی به خصوص دلار روبرو شده است. طی چند روز اخیر قیمت اسعار خارجی از 5 تا 16 سامانی افزون شد و حالا 100 دلار آمریکایی به 456 سامانی، 100 یورو 673 سامانی و 100 روبل روسی بر عوض 16 سامانی و 60 درهم خریداری می شود. به صورت میترسن که فکر میکنن که دلار وقتی که خنخ خسته است میخوای نمیخوای دیگه دلار چه نمیفروشه، برای که میگه به یه هفته دیگه میفروشون ممکن که 2 سامون یا 1 سامون قیمت فرق باشه و همین خاطر دلار شه نمیفروشه. اگر هم خیلی فکر که در شهر شهر اگر 5-10 هزار آدم همین فکر همون روز کنه که هر یک 100 دلاری میده کردن فکر چقدر پول میشود. صرافان بالاروی قرب اسعار خارجی را از دیدگاه خود به افزودن بهای سوزشواری و رو به مهاجرت نهادن مردکاران مفسیمی بستگی می‌دهند. متخصصان ساحه نیز به بالای این دو عامل یک عامل مهم دیگر رشد تجارت خرد و در خارج کشور خرج شدن ارز خارجی اضافه می‌کنند. اینا در دیگه در دولت‌های خارجی خیلی دلار پاش است، در تاجیکستان ما باشه دلار بالانس نیست. انا وقتی که دلار قیمت میشوه برای کی پیش آوردگی بدیم همون نرخ رفته ایستاده است. انا وقتی که دلار قیمت شد اکنون برای ما هم قیمت میشه، مثلا 30-40 سوم فرق میکنه. بالا رفتن قیمت دلار آمریکایی عمده‌ترین اسعار خارجی در اقتصاد تاجیکستان در برابر بالاروی ارزش مواد سوخت در کشور صورت میگیرد. به گفت ساکنان این حالت به بازار مواد غذایی تأثیر عمیقی گذاشته زندگی آنها را مشکل کرده است. از روزی که دلار قیمت شده این من بازار خرید کنم روغن، آرد، شکر، کاتشکا، پیاز و غیره همه چی قیمت شده دان یا بازار. قرب دلار که بلند شد شرایط زندگی مردم نیست وزنی می شود. برای همین و باید که مثال کوشش کنیم که هرچی شرایط زندگی مردم خوب بهتر شود، خوراک ارزان شود. 1 کیلوگرم گوشت در مثلا بازار زیاده از 25 سومانه که حال اون که مزد میانه بازارون اگر به حساب میانه ممکن است 60 سومانه هم زیاد نبوده. این به نوع تاثیری کلان میرسونه برای پیشرفت زندگی مردم. من لینز کبیر که خریدنیم ای 20 ماه آمادگی بودم بود 3560 سومان اول از 4420 سومان ازشون زیاد این نگاه میکنم اگر نشه خاص نمیده. بانک ملی تاجیکستان وضع پیش آمده را موقتی و مفسیمی ارزیابی نموده برای جلوگیری از کمبود دلار یک مقدار پول نقد را با معاملات وارد کرده است. سیاست قربی که بانک ملی تاجیکستان پیاده میکند در بازار این سیاست قربی به رژه شنا کننده تنظیم شونده اساس کرده شده است و در این رژه تنها در حالتی که یک بار اگر قرب به پایان یا بالا رود ما به بازار دخل میکنیم، در دیگر حالت خودی بازار این قرب رو مقرر میکنه و این دخالت البته برای به ثبات آوردن این پیشرو خدمت خواهد کرد. کارشناسان میگویند این حالت که حتی محصولات نیاز اولی مردم از خارج وارد کرده می شود و استحصال محصولات داخلی نمی توانند نیازهای مردم را پوشش دهد باعث آسیب پذیری اقتصاد کشور شده است. از این رو تغییر نرخ در بازار جهانی به واسطه به بودجه هر یک خانواده عادی تاجیک تاثیر می رساند. الکتروانرژی که در جمهوری حاصل می شود یک قدر با نرخ پست حاصل شود و برای تمام دایره استحصالات پورا تامین کرده تواند آنگاه ما میدانیم که ساحه صنعتی ما به پیشروی نایل میگردد و البته اگر ساحه صنعتی ما به پیشروی نایل گردد آن چیزهایی که از دیگر مملکت‌ها مال‌هایی که وارد کرده میشد اکثری آن در همین جا ما استحصال کرده میتوانیم برای مانده میتوانیم. به قول خانم سربیکووا تاجیکستان حالا یک کشوری صادر کننده اشیاء خام عمدتاً آلومینیوم و پخته است که به نفع اقتصاد نیست. تنها راه نجات و رشد اقتصادی تاجیکستان افزودن صادرات مواد نهایی و کاهش دادن واردات مال تجارتی است. بانک ملی میگوید سال گذشته واردات به تاجیکستان نسبت به صادرات مال و کالا 1.5 میلیارد دلار افزون بوده است.